بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قسمت پنجم از سیمای ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها رسیدیم. همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله، دختر عمر رضی الله عنه، خواهر عبدالله ابن عمر و دختر خواهر عثمان ابن مظعون و جزو اولین شخصیت‌های صدر اسلام. به اونجا رسیدیم در داستان که گفتیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی شنید که مثلا حفصه اومده، ام المؤمنین حفصه به عایشه داستانش رو مطرح کرده، حالا چه در مورد عسل بود داستان در برخی روایت اومده، چه در مورد ماریه که پیامبر گفته من بر خودم حرام میکنم، وقتی که این خبر رو شنید پیامبر زنانش کناره گیری کرد و گفتیم که خبر به کی رسید؟ خبر به عمر رسید. عمر وقتی خبر رسید حد زد گفت ممکنه در مورد دخترم حفصه باشه که اون انصاری گفت آره که همسایه پیامبر بود، گفت ظاهرا به خاطر حفصه و ام المؤمنین حفصه و ام المؤمنین عایشه باشه. گفتیم عمر اومد پیش ام المؤمنین عایشه و صحبت کرد. اون موقع هنوز حجاب نیومده بود. بالاخره گفت نگاه کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله ناراحت نشه از شما، مواظب باشید که ایشون اگه خشم میگیره دنیا آخرتتون از دست میدید. و بعد پیش دخترش رفت، ام المؤمنین حفصه با شدت باهاش برخورد کرد و تهدیدش کرد و گفت اگه من جای رسول خدا صلی الله علیه و آله اصلا طلاقت میدادم، چه برخوردی کردی و فلان اینها. بعد دیگه از اینجا رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک مثلا نیم طبقه بالایی که مثلا اونجا زده بودن زندگی میکرد، گوشه گرفته بود بالاخره از خانواده خودش، در واقع اونجا از رباه خواست که بره پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. رباه نمیذاشت و پیامبر عمر دیگه آخر صداش بلند گفت من میخوام بیام و فلان. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی فهمید که عمر ناراحته گفت یا رسول الله اگه اجازه بدید من حتی میرم دخترمو میکشم، از این بیشتر که نیستش، من نمیخوام شما ناخوشنود باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه عمر بیاد بالا. اینجا عمر اومد بالا و بالاخره با عمر کمی صحبت کرد، عمر کمی نرم شد، رسول خدا لبخند زد و بعد دیگه عمر وقتی پیامبر راحت شده دوباره بالاخره گفتمان گفت یا رسول الله آیا واقعا زنات طلاق دادی؟ گفت نه من طلاق ندادم و یه لبخندی و بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر گفت اجازه میدی بنشینیم. و بعد عمر وقتی کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشست دید که بله بالشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از یک لیف خرما هست و چه میگم از یک پوست و داخلش هم مثلا حصیرهای خرما و رو حصیرم پیامبر دراز کشیده و آثار این حصیر بر بدن مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخص هست. گفت یا رسول الله پادشاهان ایران و پادشاهان روم آنچنان در قصرهای مجلل اینها زندگی میکنن و شما زندگیتون اینجوری باید باشه در حالی که شما آخرین پیامبر خدا هستید و عزیز خدا هستید اینا. بعد پیامبر گفت عمر آیا دوست داری که اونا دنیا رو داشته باشن و ما آخرت رو؟ و این روایتی که امام بخاری نقل میکنه، در روایت دیگه ای که نقل شده که درالمنصور آورده در حیات الصحابه اومده، پیامبر گفت او فی شک انت یا ابن الخطاب، آیا تو شک داری؟ اولئک قوم قد عجلت لهم طیباتهم فی حیات دنیا، اینها قومی هستند که خوبی هاشون براشون وقت تو همین زندگی دنیا اومده ولی در آخرت دیگه خبری نیست. ما دیگه برای این نیومدیم که از این خوبی های این زندگی دنیا بهره مند بشیم. یعنی به این نوع عمر رو دلداری داده. اینجاست که عمر میبینید به عنوان یک شاگرد راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله که در اون امپراتوری بزرگی که در دوران خلافتش پدید میاد و سرزمین‌های گسترده‌ای رو مسلمانان فتح میکنن، اون همه ثروت در اختیار مسلمانان قرار میگیره، قدرت و شوکت. ببینید که عمر بر خشت میخوابه و بر روی خاک میخوابه و لباس ساده‌ای داره و غذای ساده‌ای داره. این تأثیر همون حالات هست. در هر صورت میریم سراغ اصل داستان. ولی با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قسم خورده بود که با زنان خودش حدود مثلا با زنان خودش نزدیک نشه و مثلا ارتباط نگیره و این تقریبا حدود 1 ماه طول کشید تا اینکه خداوند، نگاه کنید میارن مفسرین فعاتبه الله، خداوند پیامبر رو سرزنش کرد به عنوان یک انسان. این تربیت های انسانیه در آیه‌ای که در اونجا واقعا خداوند هم ترساند، هم برحذر داشت همسران پیامبر رو و هم پیامبر رو مورد ملامت قرار داد. خوب به آیات نگاه کنید. یا ایها النبی، ای پیامبر، لم تحرم ما احل الله لک، چی شده تو رو چرا حرام میکنی چیزی که خدا برای تو حلال کرده؟ دقت کنید
تبتغی مردات ازواجک، تو باید به طلب اون بالاخره خوشنودی های همسرانت و اون بالاخره اون هباتی که خداوند به همسرانت داده بعد تو استفاده بکنی. والله غفور رحیم، خدا خیلی بخشنده است. که اینجا اشاره میکنه که حالا که این کار کردی، اشتباه کردی، یعنی برگرد از این اشتباه، خداوند بخشنده است. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، خداوند برای شما راه کفاره قسماتون رو گذاشته. حالا تو قسم خوردی میخوای ادامه بدی، نه، کفاره قسم بده، قسم رو بشکن، ارتباطت با همسرانت برقرار بکن و از اونا کنارگیری نکن. والله مولاکم، خداوند دوست شما هست، حمایت کننده شماست، یاری دهنده شماست. و هو العلیم الحکیم، خداوند هم علم زیادی داره، هم حکمت فراوانی داره. حالا داستان رو اینجا میاره که برای اینکه مسلمانان بدونن اثر نبی الا بعض ازواجی، داستان چجوری اتفاق افتاد. پیامبر به بعضی از همسرانش که اینجا ام المؤمنین حفصه است رازی رو گفت، حدیثاً یک سخنی رو گفت. فلما نبعت بهی، وقتی که این سخن رو این شخص برده بود، یعنی ام المؤمنین حفصه به ام المؤمنین عایشه گفته بود، و اظهره الله علیه، و خدا خبر داده محمد که بیا که حفصه ام المؤمنین حفصه رفته ام المؤمنین عایشه این حرف رو گفته. عرف بعده، که بالاخره قسمتی رو خداوند گفت به پیامبر، و اعرض عن بعض، قسمتی رو هم نگفت، خدا یه قسمت فقط اشاره کرد. فلما نبأها، وقتی که پیامبر خبر داد به ام المؤمنین حفصه بهی، قالت من انبأکی، ای محمد کی بدین خبر رو رسون که اینجوری شده؟ فکر کرد که ام المؤمنین عایشه رفته بهش خبر رو گفته. قالت نبأنی العلیم الخبیر، اون کسی به من خبر داده که خیلی علم داره، خیلی آگاه است. بعد پیامبر میگه فان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما، اگر توبه کنید به خاطر این کاری که انجام دادید، خداوند توبتون رو میپذیره. و ان تظاهر علیه، اما اگر شما اومدید بر علیه پیامبر همدیگر رو یاری کردید و نقشه کشیدید، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، این بدونید که خداوند خودش مولای پیامبره، خودش دوست پیامبره، حمایت کننده پیامبره، جبرئیل خدا حمایت کننده پیامبره، و مؤمنان صالح حمایت کننده پیامبرن. و الملائکه بعد از ذالک ظهیرن، بعد از این فرشتگانی پیامبر رو یاری میکنن. عسى ربه ان طلقکن، بعید نیست که خداوند، دور نیست که اگه پیامبر شما رو طلاق بده، ان یبدلکه ازواجا خیرا منکن، به جای اون همسرانی بهتر از شما بهشون عطا بکنه. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات ابکارا، که هم مسلمان باشن، هم مؤمن باشن، هم بالاخره قانتات، همون حالات ایمانی و تسلیم و اهل توبه و اهل عبادت و اینها باشن، حالا چه از زنان بیوه، چه از زنانی که دخترانی که هنوز ازدواج نکردن. خوب این آیات رو داشته باشید. ملامت بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر این عکس العمل و این تصمیم گیری عجولانه‌ای که صورت میگیره، و از اون ور تحذیر و تخویف نسبت به همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و از اون هم داستانی که نقل کردیم. حالا چی شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم کفاره قسمش رو داد و همسرانش هم خب توبه کردن به سوی خدا و رسول خدا و ماجرا تمام شد. دوباره صفا و صمیمیت در زندگی خانه پیامبر و همسرانش بین حفصه و سایر همسران پیامبر با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برقرار شد، و دیگه سعی کردن کاری نکنن که سبب خشم پیامبر بشن، تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفت و به رفیق اعلی پیوست. این داستان ها یک واقعیت حالاتی رو از زندگی انسان ها نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در رأس این جریان قرار میگیره به عنوان آخرین پیامبر، اون نقش بشری و اون نقش هدایت الهی و تربیت الهی و آموزش های الهی که چگونه شامل حال ایشون، همسران ایشون و یاران ایشون میشه، برخلاف اون چی که بیمار دلان با یک گونه و نگاه سعی میکنن از هر سخنی برای خودشون از هر آب رو گلالود کنن، از آب گلالود ماهی بگیرن. که اگر شما تصور کنید که چنین بود، خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا خدا میگه آقا همسران طلاق بده برو، ولی پیامبر با اینها زندگی کرد، ثابت شده و آیات الهی رو نشون میده. و از طرفی دیگه خود پیامبر هم صلی الله علیه و سلم اینجا مرتکب یک لغزشی و اشتباهی شده بود که مورد ملامت الهی قرار داده. ولی اینا همه تربیته، همه آموزش برای نسل مسلمانان، برای مسلمانان بدونن که در روابط خانوادگی خودشون، در حالات خودشون به گونه‌ای عمل بکنن که صفا و صمیمیت در زندگی به هم نخوره.
حالا در هر صورت ببینیم نگاه عمر رو با نسبت به حبسه در جای دیگه ببینیم. حالا مواردی که نقل شده در این مسئله وجود داره. حالا من گفتم دیگه، حالا این روایت‌های دیگه در این قسمت اومده که باز همون اشاره به همون داستان داره و اتفاقی که پیش اومده. داستانی اینجا وجود داره بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، میگه ام المؤمنین حفصه دیگه در خانه خودش بود و در واقع یکی از مراکز علم و فقاهت بود، مثل ام المؤمنین عایشه، حالا نه در اون سطح و مورد توجه و اکرام همه مسلمانان، به ویژه ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و در زمان عمر فاروق هم ایشون همچنان بر همون شرایط و مکانت باقی مانده بود و به گونه‌ای هم رفتار نمی‌کرد که خدای نکرده دچار تکبر و غرور بشه، حالا بگه من دختر امیرالمومنین مثلا عمر هستم، چون واقعا شخصیت عمر شخصیت خیلی برجسته و خاصی در اون زمان بود. و خب این طبیعیه که ابرهای رحمت و خوشبختی و رضایت الله رب العالمین شامل عمر میشه، شامل ام المؤمنین حفصه و سایر اصحاب پیامبر هست و حالات زهد و نگاه زاهدانه اینها در جای خودش، در نگاه خودش هر کدوم قابل اهمیته. حالا با توجه به اینکه زمان ما تمام شده، ادامه این داستان رو میخوام یک موقفی، یک قسمتی رو تعریف بکنیم در زهد عمر و زهد ام المؤمنین حفصه و یک اتفاقی افتاده که بعد نیست این رو انشاءالله با هم ببینیم و بشنویم در جلسه بعد. تا جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.